لابای شیف لابای شاگردونا لابای شیف پیش دروازه را نگهونا خب یگون کلند باشه بگی پیش ما بیارونا خوب شده خوب هدهونا مالی شیف پشتی درده یک زنک یه مردک اومده گیان اومده ایجا نیستم با فکرم هم طرفات شامه چی؟ شهری هونا بیارش هونا اینجا پیشی شاگرد بیارشونو؟ شاگرد بیارش مایلی من هدهونا اینا شیف آورده میمونن آوردی هونا السلام نمسته چی میگه؟ سلام دو دسته شیف السلام طبیب مخرج شماه بله هونا خانم زیبا هونا اینجا دیشی هونا بشینین میگه افهم بشینین شکایت ہے گپ زنی ہے اکای طبیب جان همیشه شوهر ما پیش شما آوردم تو یه بار دیدین چی درد داره حاضی میبینیمش همه ایجا بردم پرسپاس کردم گفتن یه طبیب هندی است همون را پیش شما آوردم تو خواهیش میکنین همین را یه بار بینین 10 سال شد در تاجیکستان کار میکنم زبان شما را خوب آموختم خوب میدانم خوب گپ میزنم مالش حاضیمو میبینیدم اکا بلندی تاجیکی گپ میزنیم نیستشم مالی میبینیم خانم زبان شما گفتن که همین که شوهری خدا که شوهری خدا حالی کمایت نظر کنیم دیده برشون علا خونشو او بچه این سر با این سنته چیه طبیب؟ اما که خانم زیبا این دردی به هر دردی وضعی میدهی همین شوهر شما چند ساله؟ یک کمچیل یعنی که 39 این در کجا تولد شدگه؟ در خونه در بیمارخانه نه در خونه در خونه تولد شدگی در خونه تولد کردن دختر بود یا که یگان همسایه مامدویا نه دکتر بود و وقت نه همسایه طبیب جان به همین گفتی کمپیر خشتامنم وقتی تولد شدنش یک مامای پیر داشتی همون بوده در نزدش با اون ماماش کور بوده نوبینو یعنی نوبینو بوده وای دیدی ما همین اکل خانم زیبا ما همین تا تخمین کردم برای همین سوال خطا دادم دا همین سوال چی باید تینجیه طبیب جان؟ انا اکل خانم زیبا این شوی خود آدم نیست چی خالی؟ نمیخیلی این آدم نیست کویا کم ادبورش گاب زده خونه چی خیلی یا گاب زده کم همین تصور میکنیم که ارگانیزم خودم ارگانیزم ایده با قوت‌تره تخمین روز برآمده است خانم زیبا تخمین کدگی ده خطا نکردیم انا که خانم زیبا حالی این دردی شوهر اختم فهمیدم خانم زیبا خودت نه گفته که در وقتی تولد در بیمارخانه نبود در خانه تولد شدگی یا ای دهنی خشتمانتون شنیدگی انا با همون کمپینه که امیر تولد میکنه که محمد دنیا با کور بدای
انا که همون کامپیر زنده ها یا که ایدنیا گذاشتگی نه دور شدگی رفتگی ایدنیا گذاشتگی های انا مو گوری انا مو کامپیر بسوزه اما چی دا؟ انا که کامپیر که اخای چشمود نمیبینا چی بابا کلا میگیری یک کورا انا مو کامپیر پری پوتات کدگی یک کوردا چی را پره پوتا کدر؟ انا مو کامپیر خطون کدگی ها فهمیدی؟ همین چشموش که نیده وقتی کودک تولد چیده گوله که پار توفتایو امرها که کلون کدیان سلام با مخلصان و کل مردم شریف تاجیکستان. سلام با کل مخلصان علی و مالی. باز یک راه قلایتر و آسان با کل مهاجران عزیز به خبر نمانید. مهاجران محترم باز یک شرکت نو با نام مهاجرین تفلو کشاده شد که این با هر یک شما پسند میاد انشالله برای بارگاه شما را از شهر سنت پترزبورگ به تاجیکستان آوردن. نه تنها در شهر سنت پترزبورگ بلکه در تمام شهرهای فدراسیون روسیه قرار داره. زنگ میزنیم به همون رقمایی که ما در پایان میمونیم. حالا برادرها بارگاه رو در شهر سنت پترزبورگ در مترو لیگویسکی پراسپکت جمع میکنم. برادرها اینا کسانی که خواهشمندن مرحبا. دستف که از شهر سنت پترزبورگ به تاجیکستان اسکلت کلان بوده در بازار حاجی شریف. حالا برادرها ای بازار حاجی شریف تقسیمات سر میشه با تمام شهر ناحیه‌های ولایت ختلان و شهر دوشنبه و شهر وحدت. یکم شهر دوشنبه، دوم شهرکی وحدت، سوم شهرکی دنقره، چهارم ناحیه واسه، پنجم شهر کولوب، ششم بکالخوزاباد، هفتم ناحیه پنج، هشتم ناحیه خمسنگی، یک نهم ناحیه عبدالرحمن جامی. عموما برادران با تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان رسانیده می شود. و دسترس نمایید. مهاجران محترم مرحمت به رقم‌های بالای اکران بوده زنگ زنید معلومات پره رو بگیرید. خواهی که رسد بارهایت به بلا زنگ زنید به شرکت حاجی لطف‌الله. صغیره در کجا باشایی صغیره نه در روز در روز یک برام همی خونه تا اونا میخرن چو کار تو نبا؟ چوکر کاری کرده دیدی؟ با چکو کدم؟ اخنام هر وقت هم صغیره تا یک گاب میزنم جنگ میکنم پشتشا میگیری این حقیقت برای بکو بیوشا هیچ کنه مکنه از میایا بچه ما یک سود کشیده نبوتا یک سود کشید هر وقت پر همی گاب میزنم جنگ میکنم پشتشا میگیری برای بکو بیورا که صغیره تا هیچ کنه مکنه بچه یاشه یگام جو رفتگه هازی میایا که ترم دیگه خورده دلی جگر ما خیلی کجا میدونی تو زمان از بیزه به یک جمعه را یک کاری خطا میکنن باز هیچ کار فهمیده نمیشن ما هم در وقتش هم خیلی گفته میکردیم همین خود در وقتش که دزدی کرده باشی بچه ها میکنن نکرده باشی نمیکنه دزدی ما دزدی پزدی نکردم میگوندم نمیکنه اگه نه بچه ما خالی خیلی کجا میدونی نمیکنم بچه من نمیکنم یگام جو خیلی جوراش رفتگه میایا خیلی میکنه نمیکنه من کار ندارم برای بچه را بکو بیو برای بکو بیو اینا خیلی دیدی همین صغیره یک کار کنم ما حتی ببینم اینا ما گفتم تا یادی جون بیام برا چیدون خینی اوتا تمجده با جنگ نکنه نه بیام بریم ما بگو ما شام خطی شما بودیم آتای بگو ما میگو بریم براشو گام میگیم اینا آمد بچه ای کجا آمدی؟ آی توی تا صاحب داری نداری چند قشت خاناده نیستی؟ ما دینه توی هانسیف بود رفتم آخی هیچ تا هانسیم شید هر روز هانسیم کویت دو دوران خیلی خطی با چون میکنم اینا بینا هانسیف ما واردم آخی با خطی یا جنگ میکنه بیا کجا بود چتری توی یا سوپ کشیده توی دایی خیلی یاردم دادیم سازی نیز اکادمی سوسو کور بوری هانسیف دیگه آدم نبود یاردم بتا خنی همه کذا هانسیف اینا با هانسیف ما بسینه اوتا توی کی بدو؟ یک سوت که همونجا ایستادی توی شدی خانی هانسیف بود شما حال کودکا با زن گرفته ایستین اوه که ما هم گوله که چند دهیم خمو ملک جون خمو چند ساله شده خب 30 رفته اینو ما 30 ساله شده موتا اوه 30 ساله چند هانسیم زن گرفت هانسیفوی ما خیلاش هی مردک او خطی به پروا
گودکدار شدگیان همسینفاش بسیار روز مایرا کودک میگفتم ای همسیفات کی بزن مونده که این همسیفا کو؟ این بچه تو به زن مونده فهمیدی اکا؟ ولی همسیفات همش زن گرفت او تا دروش زن گرفتن به او توش موندن